آمدید میمونون هست. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. جنابان خوش آمدید. خوش باشید. سلامت باشید. خوش باشید. نور دیدن. خوش آمدید. خوش آمدید میمانان عزیز. برای آمدنتان به هر یک شما تشکر زیاد. سلامت باشید. خوش باشید. مبارک سلامت باشید دوستان. سلامت باشید. مرحبا. خوش باشید. خوش آمدید. مبارک تشکر زیاد. خوش آمدید. خوش آمدید جناب. خوش آمدید. خوش آمدید. سلامت باشید. خوش آمدید. نور دیدت حاجی سر. تشکر. خوش آمدید. خدمت جان. خیلی خوش باشید. خوش مبارک. خوش آمدید. زهرا جان در اینجا چیکار میکنی؟ تنها بودن میخواهم. البته مشکل است میفهمم. سمی مرا نفهمیدی؟ البته میفهمم برای با شخصی که دوستش نمیداری اویلادور میشوی. سمی با سر نکن. مایلش در حال غضبناک نشو. من در اصل به اینجا برای عذر پرسیدن آمدم. اکنون این موضوع رو میپوشیم، دیگر دوام نده. مایلش؟ مایلش عزیزم. در واقع بسیار زیبا شده ای. تشکر. زهرا جان در داخل فاتحه تو است میدونی؟ آی نمیدونستم سلین جان. خوب شد که به یادم آوردی. چی شد با زهرا؟ چی رو فکر میکنی؟ سلین جان غضبی نشو. زاغی سیاه سمی نباشد پس کیست؟ زهرا جان کمتر بعد فاتحه میشوی حالا هم زاغی سیاه میگوین؟ چی کنم سلین جان؟ در دست من نیست. باید این را فکر نکنم اما از فکرم دور ساخته نمیتوانم. بابایم را بین. چه خیلی خرسند است. با واسطه دامولازیو میدونم. اکی اونم میآید؟ کمتر پس میآید. انشالله بابایم یگان مشکلی نمی کند. راستی نمیدونم. با فکری من بسیار عصبی می شود. عصبی هم شود به خاطر من یگان کار نمی کردگیست. امیدوارم. برادر تو عالم حیوانو تماشا کردگی؟ ای تو چی میگویی شوکت؟ رنگی سنجابکای آفریقا رفتار میکنی. او میخرنکو شیر اومد گریزین. این زمان تو برادر همه خیر رفتار کردیست. او تو دامادی برادر. خفه نشو برادر. من مانندی تو کیف صفا ندارم. اون نلاس چیکار کردنش معلوم نیست. اما چه گفتی اون نمیگه آقا اکرم نموندهشه. بو چی خشوگانی میگیری تو؟ شوکت این اون نلاس چیکار کردنش معلوم نیست. میبینی که رسیده اومد. اون نل میده. اون نل گفتید؟ من نگفتم. این شوتون گفت. به خدا که من گفتم. آخر با این حال ابد می‌نگرم. غمگین است. بیچاره دختر کاشکی اون نل هم در اینجا می بود. با همین خاطر گفتم. ای بخدا انگار قرضون نکنه. همین بابای اکرمتون بسیار انسانی پس بده. نه خدا نمی خیر روز هم مرده که نمونی که توی بیایه. در اصل نبودنش خوب است. اپای علی هم بیامون شاد است. جونه که من در حقیقت بسیار غم میخورد. اما کمتر پس بسیار خرسند میشود. با خیر است؟ از بابایم پنهانی از نه اون را دعوت کردم. سورپریز در سر مانا. لبای؟ تو چی کردی زهرا؟ با خدا که بسیار خوب شده است. من هم عیناً همین رو فکر کرده بودم. یک قند بزن ینگا. برای ما سورپریز کلان شد در این روز. بسیار کاری خوب کردیم با خدا. زنه که با فکر اینده زور. بله.
ما رو فهمیدی لیون؟ گوش کن، وقتی که به اونجا میرویم به حلی میگویی که ینگه خلطت رو من پوشیدم. ای سردارم، من این کار کردن نمیتونم. در نزد مردم این گپ رو من چخیل میگویم. میگویی پسرم؟ یکی خانم سلین میشنود. مهم اویله من است. از شنیدن خانم سلین من شرم میدارم، لیکن به خاطر شما میگویم. البته که میگویی. این رو باید پیش از پوشیدن خلطه حلی فکر میکردی. سلین چی فکر میکند پروایی ندارم. در گوشش آس تک بگم نمیشود. خوش آمدید. مبارک شما. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش باشید. مبارک شما. خوش آمدید. تو چی میکابی اینجا؟ خوش باشید آقای اکرم. هیچ خوش نشدم. تو چی خیل به اینجا آمدی ها؟ ما از طرف داماد به اینجا آمدیم آقای اکرم. برای بیکس و بینوا نبودن دامولازیا رو نشان دادم به اینجا آمدیم. تو اول نبیره مرا میدوزدی، بعد باشد شرم نداشته به فاتحش میآید؟ بی شرم و بی حیا. آقای اکرم آن یک خطا بود فهمیدم. علاوه بر این در این باره من همش را به دامولازیا فهماندم. آخر لذت این خیل روزی خوب را از دست دادن معنا ندارد. بی این هم با دیدن روی تو لذت این روز رفت. چه کار کنم؟ شماره اسکوز می. مهم نیست. خوش آمده. ملیس جان، من از همه بسیار رقص دامولازیا را با زور انتظارم. فهمیدم که در رقص همتا نداشته است. در برابر این دامولای مسجد هست. در حیرتم به خدا. اگر دامولازیا را در ساختکاری پروفسیونل بودنش را میدانستید، باز هم بسیارتر حیران میشدید. سمی جان، بسیار خرسند می نمایید ها؟ سیوال جان، اینقدر زیبا شده ای؟ دفع شو از پیشم نمیک. ای یکم چیزی بد گفتم آخر، زیبا شده ای گفتم آخر. نمیک را نباشد پردت میزنم را. مایلش. باز همین نمیرسید. شب بخیر خانم سلین. شب بخیر. شما چی خیل؟ کاری تو چی؟ ها؟ کارت چی؟ یه خدای توبه. ای وای. اوف، این چی خیل زن است. این تعب دل من است. هیچ گپ را تاب نداده در روی آدم میگوید. آخر تو از من میشوی سلین. تشکر. یک دقیقه سردارم ینگه حلی را فریاد کنه در همین جا میفهمونمش. کنی پیش رو لیون. رفتیم. دوستان عزیز، میهمانان گرامی، به مراسم فاتحه نبیره بسیارم دوست دارم زهرا، این چونین داماد شونده من دامولازیا، مهمانان عزیز خوش آمدید. مبارک شود. من بسیار میخواستم که دامولای سوخته بودن شوهر شونده را برآمده با صدای بلند بگویم، اما میترسم که سمی را از دست میدهم. همینم کار شد. گپ را کم کن راه گرد. اون آلیزدیمیر؟ بله منم. بخشش فرمانی مخصوص آقای اکرم است.
شما در آمده نمیتوانید. خیلی من در آمده میتوانم. نام شما چیز میگوید؟ نام من لمت روزی بیگ. تو به داخل در اومدن نمیخواستی کو؟ ای سردارم آخر باینگه اهل گفتنی بودیم کو خلط شما پوشیدم. در پیش همه گپ زدن نمیخواستی کو؟ سردارم شما رو به درون در اومدن نمیمونن. من در اومده خودم گپ میزنم. ای بی شرف. از برای سلین ها؟ توبه کنید سردارمی خیلی نیست. شما رو باشد خانم سلین اشاره مونده از در آمده نمیتوانید. خودش چی گپ است برادر؟ من اویلم را دیدن میخوام. یک طرف استید؟ خواهش میکنم. چی گپ است؟ ای صغیره. اکنون در حضور شما انگشترین ها را میاندازیم. بله، انگشترین ها را بیارید. در حال میارم بابا جان. خوب شد که به من گفتی که زهرا اونل را دعوت کرده است. اگر نمی گفتی همش برباد میشد. خواهر عزیزم، چقدر وقت دیگرم مانده است دکتر؟ سلامتیتان روز به روز خوب شده ایستاده است آقای اکرم. بسیار هم خوب. یعنی گفته میتوانم خطر را پسی سر کردید. دکتر جان، از شما یک خواهش دارم. مرحمت بگویید. این وضعیت را در حال حاضر عائله‌ام نداند بهتر است. وقتش بیاید من این را خودم به آنها میگویم. از شما خواهش میکنم در این خصوص لطفاً به هیچ کس سخن نگویید. مایلش آقای اکرم، چه خیلی که شما خواهید. تشکر زیاد. خوش باشه. تا بازدید. اگر زهرا این را فهمد با داملازیا عائله دار نمی شود. خدا به من انداختن انگشترین های نکار را هم نصیب میکند انشاءالله.
گفتم میخوام خوش میکنم و بیرون بروی ای بچه من پولیس هستم گفتم شما چیکار کرده ایستاده؟ یک طرف ایسته جناب با شما میگویم ایسته. بله زنک جان عزیزم التجا میکنم مرا ترک نکن تو را بسیار دوست میدارم. اونال این آدم را کی دعوت کرد؟ من دعوت کردم بابا جان. چرا این کار را کردی؟ چرا این کار را کردی؟ به من دست نرسان گفتم. آروم شو آروید نباشد پلیس را چه میزنم. خوش میکنم و بیرون بروی بچه بگی دست اکرندر قطعی زنش گردده ایستاده است. عزیزم در خانه یکون زنی دیگر نبود. قسم میخورم خلط تو را لوین پوشیده بود. بله ینگه هلی سردارم راست میگوید خلط شما را من پوشیدم. بله سردارم باشد تماما بیگناه است لیکن در نزد خانم سیلن آبروی نبودگیام ریخت به خدا. هیچ گپ نه به خاطر سردارم آش شود. بله این شاگرد اونال درباره خلط گپ زده ایستاده است. این چی گپ ها؟ نمیدونم بابا من هم نفهمیدم. عشقم من تو را فریب ندادم. قسم میخورم که هیچ فریب ندادم. تو را بسیار دوست میدارم. التجا میکنم به خانه برگرد. ینگه وجدان ایستانم سردارم شما را دوست میدارد. ایلو بر این خلطت رو من پوشیدم لیکن آن را شسته خوش کرده در بالای میز گذاشتم. خانه تون تازه و پاکیزه نگاه میدارم لیکن سردار اونال آدم بی‌تمیز است که تمام خانه را بی‌ترتیب نگاه میدارم. شما قطعی چخیل توقت میکردید. تو چی گفتی تو بی با این همه بی‌تمیزش نگاه نکرده سردارم شما را بسیار دوست میدارد. ینگه محافظان اینا را از اینجا بیرون کنید. وای 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 دیدی نمک ای پسر دنیا را انا همین زنانی داره میکنن باز میگوین که مردانی داره میکنن. به حال گرفتار شده این کمیسر اونال نگر این کار بینه. ای نگو اکا با خدا عیناً همین طور است. گویا همه در دست همین هاست. راست میگوی اکا. بابا جان التماس. زورا در این باره التماس نکن فهمیدی؟ به اجازت من او را به اینجا دعوت کردی. به خاطر فاتحه چیزی نمیگویم اما اونال را به اینجا قبول کردن نمیتونم. خفه نشو داماد. بیایید خورسندیمان را دوام میدیم. مرحمت مبارک سلامت باشید. ای سردارم اینقدر آدمی پسته که هر دومونه اغریستان بیرون کردن. شوی قیسنگلت اقلا یک سخن نکرد نامرد روی باجت سیاه. من اون شخص رو ندیدم. تو او رو کی دیدی؟ سردارم منم باجه شما رو ندیدم لیکن باجه برای همین قدر روز است. یا یردم میتا. راست میگویی گویا باجه‌مان میشود. حیف است حیف ما را از داخل بیرون کردن هیچ کس آواز نبرآورد. شوکت آن دو کس رو نگاه کن دیگر به درون ندرآیند. برادر تو آروم شو کمتر آزاد باش. دیگر به داخل نمیدارند. دیدیم گپ زدند. پاکسر تو چی اینقدر بی‌پروایی یکی باز آیند؟ اما شد تو در همه روز ما دادن در قراول میمونیم. ما دم فورکی کمتر رقص و بازی کنم. شوکت از برای خدا دهانت رو پشت زد رو یا توبه. همه کسای اشتیایی تام. تشکر. دامولوزیو با شما سلام رسونده گفت انا کمیسر اونال باید همینجا ندروید. یکی بیادبی کرده جزیر نکنه توی با. دامولوزیو از شما خواهش کرد که در نزد در قراردادی کرده
همون دو بیادم رو نمونید که بدرون دارایم بخیزه اکرم. مهره گفت بله هر دوی شما بخیزه تو دم بگیر هر دوی شما. چی؟ یعنی ما در بیرون انتظار میشویم؟ ابا چه تو کاری و گم این گپی من نیست گپی دوملوزیو ها بگیرین نگیرین من فرق نداره آخی. ابا چه وظیفه شما بخیزین؟ چه خیل وظیفه؟ نشونیده آنها گفتن که پلیسن ما چه خیل با آنها مونیه شویم؟ اکا جان مرا گوش کن در سلطنت میچی نمونده آخی اوقات دویم نمیورن. خلیل ایرا بفهمون یک بار برایم دوملوتون خدمت کنیم برایم یک بشینه هیچ گپ نمیشه بگو که نداریم تمام. ایرج میگن که خدمت در توی یک کس که در توی خدمت کنم. یا خدایا توبه این چه خیل کار است نفهمیدم آخر. برای اونجا که خلیل میفهمون. من به نزد استادم روم یا نه؟ تو بشی همجا دم بگی تمام. پیش دوملو نره با سوال بتی فهمیدی؟ مایلش گپ نیست بهش که اشتی تو. چقدر جفتی مناسب. بسیار زیبندند. بله مادر جون بسیار زیبنده است. ماشاءالله. بتول دخترم چی شد؟ هیچ گپ نیست مادر جون من دومولوزیو رو بزرگ رو تبدیل کرده به خانه میروم. مگر این خیر میشود آخر نو اومدی یک جای میرویم. مادر جون لطفا آخر شما باید میوید من امروز بسیار خسته شدم و پای ایستادن نمیتوانم. میدونید اگر خواهش دومولوزیو نمیبود من نمیومدم. خیر میلش من رفتم. همراهت رو؟ نه عزیزم نه. ای در اون رستوران دو کس سور کردن همه کجا رفتن دیدین؟ همه پیشتر اونها رو به بیرون برآوردیم. ایرج رفتیم. بیتل جان کمی دیگر میستادی چرا رفته ایستادی؟ بخشش در حقیقت رفتنم در کار است و شما خرسندی خواهانم. خوشبخت باشید. تشکر زیاد عزیزم. در حقیقت تشکر زیاد خانم بتول. خواهش میکنم. ما را بسیار خرسند کرده. تو بازدید. اجازه دید گسل کنم. هیچ چیز لازم نیست تشکر. لطفا مشکلی نیست من میبرم. زحمت نکشید من خودم میروم. تو بازدید. نظمانی شب خوش. خواهر جان سردارم عجب از شوبه اموسا را جیغ زدن مهمانخانه رو احاطه کنیم چه خیلی میشوه. ما رو که از توی پیش کردن ما تویشان رو ویران میکنیم. سفسته نگوی با کدام دلیل اینجا را احاطه میکنیم؟ حاضر همه خیلی زو کش نیستم که اون هستن ایرج. خیر در اینجا باشن چیکار کنم؟ ما چی مگر محافظ هستیم خلیل؟ این خیلی چیزی سفسته را ندیدم. ایرج سونو سخنی دوملو بر زمین نگذار که خدا میزنم. اکنون همه بر رقص بیایید همه مرحمت شما هم. من زود میایم. تو اینجا چی کار میکنی شوکت؟ آخر من با تو چی گفتم؟ ای برادر آروم باش من نو رفته حال میکنم گفتم که این اکاها خلیل ایرج بودن کو ما حال میکنیم تو از خفای کارش گفتم من باز اونها رو گوش نکردم چشمانم در همون جا است برای بوی اکرم فرید دارم من میدونم چیکار کنم مخی ها بچه. شوکت اگر یکون چیز روخ دیاد به همش تو جواب میدی. ای برادر گفتم همش حال میکنم ای برای گمشه پس کرد شه ای توبه ای پروردگار. بخشش انتظار کنندم. بیا زفر جون. بیازنه اون نالم بسیار عیب شد آخر او رو من دعوت کرده بودم. خواهی نشوید شوکت رو نگاه میکنی. شما همین رو گپ زده ایستادی؟ یعنی همه خیلی بیم هیچ خیلی که نباشد دروغ هم باشد فاتحه من هم هست من هم غمگین شدم. تشکر زیاد دومولوزیو شما بسیار انسانی خوب هستید. خواهش میکنم خانم زهرا کمی خنده کنید همه ما رو نگاه دارد. آفرین مبارک شد. آفرین مبارک شد.
تنها دستش را داشتن دستند از گفته بود. اون لحظه حس میکنی، قلبت میداند، میفهمی گفته بود. این حس بسیار ناجواست. چشمانش مانند چشمان زاغ سیاه است. نه چی سفسته میگویم، این آخر دملازیو است. منم زهرا، حس های دروغ نیستم. آن منم. دامولازیو رو بینیم چخیل میرقصد. این چخیل دامولو است. دخترا لباس زهرا کمی محکم نیست مگر؟ بله، با فکرم کمی محکم است. چه علاقه دارد؟ این رو از کجا برآوردید؟ دامولازیو فشار آورده باشد. بگذار کمی فشار آورد. آخر به امام مسجد اویله‌دار می شود. عزیزم، زهرا رو هیچ کس به هیچ کار مجبور کرده نمیتواند. آخر چی دامم؟ و فکرم ستیل زهرا هم دیگر بود. به خدا بسیار زیبید است. طرزی از همه خوب طرزی به خودت زیبنده است. همین خیلی جانم. معلوم نیست سیرین جان. یعنی اگر دامولازیو زهرا رو به اویله‌دار شدن راضی کرده باشد، برای مال پوشیدن هم راضی میکنه. نه، این قدر هم نه. تشکر. جواب نمیده. مانند بابایش یک رب است. سردارم، عجبا من به داخل در آمده بیانگه هلا گویم که شما او رو انتظار هستید هر دوتون سر به سر کنم چه خیل است. این رو چه خیل میکنی؟ سردارم، نام من لبین، پروفیشنالم، او طرفش کاری من. دیکک. دیدی؟ چورچشمش برفت. بیا بریم خبر بتیم. خدای بزرگ من. ایرج زنوک رفتیم. یا پنج خانگاه دارم یا استاریکس. مرحمت. تشکر. بسیار خوب رقصیدید. دامولازیو، شما رو مخصوصا تبریک میکنم. ما رو بسیار در حیرت گذاشتید. زهرا جان، اگر اجازت باشد با داماد رقص کردن میتوانم؟ لبای خفه نشوید خانم ملیس، من بغیر از زهرا با کسی دیگر رقص نمیکنم. چرا آخر؟ معلوم است که دامولا هستم، در اینجا زیبنده نمیشود. هم دامولا بوده است.
اگر این درویگیت را برای دامولا بودن سخصایت کرده ایستاده باشی هیچ حیرت ندارم. زهرا جان، اگر دامولا زیا اجازه دهد با من به رقص میبروی؟ بخشش اوزر، اکنون شما فاتحه شده اید که علاوه بر این باید به دامولا زیا اطاعت کنی. ها خفه نشوید، با شما خوشبختی ها خواهم. داماد با نبیرم رقص کرده میتوانم؟ البته آقا، مرحمت. دخترکا باش یک چیز بیام. این دامولازیا که زهرا رو در خونه محکم کرده دیگر به بیرون برآمده نمیموند. چه علاقه دارد سمی؟ دامولازیا این خیلی آدم نیست. ای آخر من به معنای بد نمیگویم، یعنی انسان دوست داشته‌اش رو از هر چیز ایمن نگاه می‌دارد، اما این دامولا چیم خیلی است که می‌فهمی. خیر با ما چی عزیزم؟ اگر این خیلی خرسند باشند خودشان میدونند. راست میگویی میلیس جان، لیکی بیا رقص کنیم. چی گفتی ها؟ خیز. من با رقص. مرحبا. سیوال جان، بیا همراه یک رقص کنیم. شپاتی آبدار نمیخواهی؟ شپاتی آبدار گفتی؟ البته شپاتی آبدار گفتم. اگر خواهی آن شیشه را هم در سرت میده کردن میخواهم. خیر میلش خطاگی در من است آخر. دیدی ها؟ اونال از پسی حلی چخل میدود. اونال کمی با او اهمیت نداد. وقتی حلی قهر کرد زود خوشش به سرش آمد. عزیزم، یعنی اونا هم مردی زیبا با مفعل صاحب جمال است. 5 هنر است مانندی من. فروخ چی سمسته گفته ایستاده ای؟ آخر مانندی حلی دختر نمیابد. تو هم مانندی من نمیابی. تو کجایی؟ اما چه تورت ایقدی که زندان دیدم. هیچ با ما مانند نیست. من زیباتر هستم. من هم همچنین. چی شده ایستادم؟ این بسیار حسیاتی عجیب است. آخر من در همه جا حسیات را دیده ایستادم. او را حس کرده ایستادم. چه سفسطه میگویم من؟ حالی خانم؟ نمیخوام، تشکر با شما. ینگه منم لیوین. تو اینجا چیکار میکنی؟ ای ینگه جان، سردانم اونال بسیار غمگین است. در بیرون شما رو انتظار است. التماس روید دل برداری کنید. اون سردارت رو گرفته، از اینجا زود دفع شده روید. آخه ینگه جان چرا این خیلی میگی؟ با خدا که خلط شما رو من پوشیدم. سردارم یگان گناه نداره. او تنها یک گناه داره.
شما را دوست می‌دارم. رفته به اون سردارت بگو که مرا اینقدر آزار ندهد که رفته پگاه از او جدا میشوم. فهمیدی؟ ای ینگا جان، این پرابلم خودتونه. برای چیزی میگی بگو. اگر رفتی یگان چیزی خوردنیش برکی کشیده. یک طرفیستا. ای پایش کم شدن در کن. ترد میخری؟ عشقم، آمدنت رو میدونستم. چی شد اونا؟ از من چی میخوایی؟ با کدام رو به اینجا آمدی؟ عشقم، لطفاً این جدایی بی‌معنی رو به آخر رسان. اونال چیزی بی‌معنی عین حال در اینجا بودن تو هست. التماس از اینجا زودتر رو. یک دقیقه قفیدی رو دوستان تادها رو تقسیم کن. خانم سله یک بجنبونه. منم باز تو ها؟ خدای توبه. نمک؟ لابا اکا؟ او کیست؟ اکا و همون پولیس نیست؟ تو چی میگویی ها؟ با خدا در آنجا چی کار میکنه تو ها؟ بیعقل. دولتی جاویدان منم. خانم سله خبقات هم نداز رقص کنی؟ بیا رقص کن. زونه کرد. سلن از قفای آن چار چشمه می رود. از پسش رفته سودا. وای شرکت ببین در اینجا تو چی میکنی؟ برادر دیدم محافظه رو کی گفت به فکرم. آروم شو. تو رفته رو دوام ده. این کار رو با من بگو. شرکت آخر تو کو؟ یو تاو یا برادر ما را هر مرکه پیش کردن که این مرکه شما هیچیه. فهمیدی؟ غیر از این دستا رستوران تو مخلول نشید بیزیم. یه بچه همیجه ای حاله مرا دیدن نمیخواهد. همه این میگذارن سردام. اینها را یک جا پسی سر میکنیم. خواتیر نشوه. من ماشین را زبادید کنم. از رو چیکار کرده؟ در اینجا رقص بازی میکنی ها؟ از یک جا همین 50,000 را یافتم. احتیاجی تسجیلی داشتم. این نیه؟ این رو بینا؟ از احتیاج تسجیلی؟ خیر نباشد من از تو این خیلی 50,000 کم دگیرم چی؟
نه اکا جان، شما مرا خطا فهمیدید. با یک مسجد کمک کردن میخواستم. راستی گپ باور کنید. تو کی را دروغ کرده ایستاده احمق؟ ها؟ با مسجد کمک میکرده. حاضر من اینجا تو را با دروغیت گر میکنم به خدا. نه اکا جان، من دروغ نمیگویم. از سببی که با دومولوزیو در یک جا زندگی میکنم، خواه و نخواه از بسیار چیز به من تاثیر کرد. یعنی با من هر روز پند و حکمت‌های نو می‌آموزد. خیر نباشد دیگر گپ. این دامولوزیا بسیار شخصی بزرگ است. مانندی تو به عقل را برادر آورد که با او حلال باد. خیر اکنون از اینجا گم شو. اکا جان با اشتهای تو بلاحت باشید. چه کار کردی استودایی؟ قیسنگر تا خوردستم سردارم. بسیار بامزه است. یک دقیقه. آزیر. این اما بگیر باجه تبخر. با چی است؟ این شیرینی شخصی که حالا هم شناس نشده. شیرینی داماد دامولوزیا. من این رو به کسی مانند کردم. با کی سردارم؟ دومولو برای همه خدمت‌هایتان تشکر زیاد. بابایم برای فاتحه بسیار خرسند شدن. خرسند کردن یک شخصی پیر بسیار کار خوب است. چون اویله دور میشویم باز بسیارتر خرسند میشویم. آی دختر، یک بار خرسندی مرا هم فکر کن خیر. البته با شما ساخته هم باشد اویله دور شده بابایتون رو خرسند کردن مرا هم خرسند میکنن. پس همین خیلی بابا این فرسود از کجا پیدا شد؟ تو هم مانند نکردی پسرم. با کی سردارم؟ پسرم وای هست کو وای او. چی سردارم؟ وای هست کو او. کلتکل نگو خاموش. حالی راست میگوید. عقلم رو خوردم لیکن این رو به من ده. با مزه بوده. معلوم که تنها ماندن خواستیده؟ شما بلاچه ها. این دستان یک عمر از یکدیگر هیچ جدا نشوند. به شما خوشبختی ها خواهانم فرزندانم. تا صاحب فرزند شدنت صحت شدنم را از تو پنهان میکنم زهرا جان. دامولا یک بار دیگه مبارک شوند. خدا خوشبخت گرداند شما را. تشکر. هرچند برای در فاتحه یگان مشکلی نباید گفته پاسبانی کردیم اما خفه نشوید آقای ایرج، نسبت شما بسیار در خجالتم. دامولا استغفرالله. ایرج خیر مالش اکنون بخیر باشد. خیر مالش. این چی مقصد داشت؟ استاد دیروز با امید فاتحه‌تان یگان سوال نپرسیدم. با خدا دلم آرام نمیگیرد اگر نپرسم. بسیار خوب فکر کردی جری. دیگه که در فاتحه از من سوال میپرسیدی حال من چی میشد؟ تشکری زیاد. استاد گپتان تمام شده باشد پرسم. بپرس تو در جانم زدی. استاد با جای دیگر کس نماز خواندن جایز است مگر؟ این چه خیل سوال است جری؟ مگر این خیل سوال میشود؟ مگر با جای دیگر کس نماز میخوانند این چه خیل میشود؟ تو این سوال را از کجا برآوردی؟ استاد هنگامی از محله گذشتم بعضی برادرها گفتن هجری با جای ما هم نماز بخوان، از همین سبب پرسیدم. در محله چه برادر داری من نفهمیدم. مگر این خیل میشود هجری با جای دیگر کس نماز خواندن؟ آخر جایز نیست. آخر اگر یکان شخصی به ایمان با تو بیاد که هجری با جای من ایمان بیاد، ایمان میشود؟ نه نمیشود. نماز خواندن هم نمیشود. خوب نبود و با فکرم شد. فهمید یکنون؟ نوشتم استاد. نوشتی؟ نوشتم استاد، قید کردم.
با خدا آفرین هجری مانند پرینتر. خدا راضی باشد دوستان. فرمایش تا باز. مایلش استاد سلامت باشه. های پسر، تو اینجا تنها چیکار میکنی ها؟ تو یکون کس نداری؟ این رو بین ها؟ نامت چیست؟ این چی گفت خودش یعنی گفت نمیزنی؟ اگر گفت نزنی چی خیلی یک دیگر رو میتمیم ها؟ مایلش خوب گفت نزنه و اقلا از اینجا با هیچ کجا نرم. اگر پدر و مادر را در اینجا گذاشته باشن اومده تو رو یابن. چی پدر و مادر ها هست که کودک رو پرتافته رفتن؟ وای با مغازه شیرینی ها برم. کنی بیو با من اقلم با مغازه شیرینی ها رفته در اونجا انتظار شویم. پدر و مادر اگر بیان تو رو در اونجا میابن. نامت چیست؟ نمیگویی یعنی؟ بیا رفتیم. آخر این کودک رو به حالی مسجد پرتافته رفتن. چیکار کردن؟ کنی بیا. سلام خانم سیوال. چی اینقدر شیرینی تو؟ ماشاءالله. دومولوزیو این کودکیست؟ با خدا نمیدانم. شما نمیشناسید؟ نه نمیشناسم. از کجا شناسم؟ نه آخر شما در این محله از من زیاد زندگی کردید. از این رو پرسیدم. من از مسجد آمده ایستاده بودم. در کنار راه نشسته دیدم. این رو با خدا با فکرم پدر و مادر ندارد. پیشتر رو ندیده بودم دومولو. نامت چیست؟ چشم نرسد. بسیار کودک آرام و خاموش بوده است. با خدا که بسیار آرام و خاموش است. هیچ گپ نمیزنه. خانه‌تان در کجاست؟ دائما میخیل است. بر دوام میخیل است. جواب نمیدهد. دومولو کی بودنش رو از کجا میفهمیم؟ من همه یک چای میگیرم. یگان چیزی خوردنی دارد. پولش رو این دومولو میدهد. خدا توبه تو گبزن شدی؟ پولش چیزی نه ما مسپاریم. مایلش چی میخواهی کنی گوی؟ چیزی باشد نخورم. خیر مایلش. دومولو شما چی میگیرید؟ تنها یک چای. مایلش مرحمت عزیزکم. تو دومولو هستی؟ بله. مانند خرس خوب می رود. فوس فوس. سره سلیم چی قدر فوس میکنی ها؟ بیدار شو آخر. در اصل با تو چی شد؟ با این سر با بالایم برمده. تو خوب نکرده ای؟ خوبم نبرد. زورو باز چی شد؟ چی شد با تو؟ سیلین من فاتحه شدم. زورو عجایب است آخر. فاتحه شده بودی فقط یک انگشترینی بس شد. یگون کس شنود فکر میکند که 50 بار انگشترین عوض کردم. این خیلی نیست عزیزم. تنها انگشترین عوض نشد. خیر چی بوده است؟ همه چیز رو اکنون به رسمیت در آوردیم سیلین جون. زورو به رسمیت در آوردم گفتم. آخر تو خود به دروغ خواستگار شده بودی. باز به دروغ فاتحه شدی. مشکل در همین است آخر عزیزم. در گذشته تنها یک دروغ بود. حالا اکنون همه چیز رسمی شده است. خیر مایلش زورو اوف کرده نیست؟ چی کار کنم سیلین جون؟ چی کار کنم؟ آخر برای بازی بودنش وجدانم راحت نبود. چون انگشترین فاتحه رو انداختم
باز دیدم تنگتر شدن رو آغاز کرد مانندی که یک برزک و آمده در نزدم نشسته باشه. معلوم که نشسته است. معلوم که نشسته. تو مسخره کردن گیر. زهرا گوش کن، اگر یگون شانس دیگر می داشتیم به این خیل کار دست نمی زدیم. خیر میلش روز میگوی. جونی من برای تو میگویم از فکر کردن در حقیقت بیمار میشوی. کمی این رو فکر نکن، راحت باش. ها؟ حالا میبینی همش خوب میشود. به خدا میشود؟ نمیشود؟ میشود؟ البته میشود. میشود؟ البته میشود. خوب نکن. مایلش زهرا خوب نمیکنم. اگر خوب کنی؟ خوب نمیکنم. حالا هم نامت را با ما نمیگویی؟ سعید جان بتوانید سوپر سعید جان گوید. نامش سعید جان بود از دامولا. سوپر هم داشته. آخر مدام سوپر هستی، چرا 2 ساعت شد گپ نمیزنی؟ خیر نام شما چیز خوش رویک؟ بسیار شیرین بود است. نامی من سیوال. من سوپر قهرمانم، سوپر قهرمان. هیچ کس از دست من خلاص شده نمیتواند. من سوپر قهرمانم، سوپر قهرمان. پسرم مایلش چیست تو؟ این چیست؟ چیزی باشد کنی بیده. چی است؟ چیست؟ بیده. چی است آخر؟ پسرم بیده. خدا تعالی با این صد. من سوپر قهرمانم، سوپر قهرمان. آمده ایستاده است، هیچ کس خلاص نمییابد. سوپر قهرمانم، من سوپر قهرمانم. خانم شما با این یگان گپ گویید شما رو گوش میکنم. سوپر قهرمان. سعید جان شیرینکم، نشسته کمی یگان چیز بخور میلش. شما دولت؟ آخر کمی پیش پرسیدی جواب دادم. دامولا هستم. مایلش خانم با من اجازت. شکر که شما رو گوش میکند. اگر گوش نمیکرد مغازه رو چپاگردان میکرد. تو بگاه مادرش میاد و هر حال او را میابیم. اگر نیابیم کفت خوب کرده برای یافتن کوشش میکنیم. مایلش من باید روم. و خاموش نشین سعید جان. مایلش خیر تا باز دید. با شما برای ریکورد دامولا. سوپر سعید جان. سیوال چشمان شما کبود است، رنگی از همه داشته ترینی من. تو هم بسیار شیرین هستی. خیر کردی به من نقل کن. سیوال لبای جانم یک چیز را گویم. دیروز هنگامی دست دامولازیا را داشتن حس کردم که دست زاغسیا را داشته ایستاده. دارید؟ خانم زهرا صبحانه تیار است. تشکر پیشنهاد، حاضر می آیم. حس کردم گفته چی رو در نظر داری؟ یعنی تاثیر کردم؟ چی دانم؟ مانندی ای زهرا آل جواب است. چی میخندی؟ مسئله جدی رو فهمانده ایستاده. تمام مایلش دیگر نمیخندم. تمام. اگر نخندی چیز دیگری رو فهمونم برای تو. تو حالا یعنی از دامولازی متاثر شده یا؟ پر این خیلی نیست. تو هنگامی دست زیا رو داشتنم دستش ناشناس نبود با من. در دست زاغسیو هم این احساس رو کرده بودم. بسیار احساسی مانند است. زهرا تو به دامولازیا عاشق شده ایستاده ای. به خدا بسیار خنده آور است. به خدا در اصل هم خوب می شود فاتحه رو گذراندید. بله بله.